سلام علیکم دوستان عزیز. امروز هفتم نوامبر سال 2025 میباشد. قرار داریم در شهر دوشنبه حوله من خانه من و امروز با تماشای شما من 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نماد انگور را نشان میدیم، خاراکتریستیک میدیم، شرح حال میکنم و خصلت های مثبت و منفیتش رو به شما میگم که تا شما دانید که کدام انگور رو پرورش کنید کدامش رو نکنید. این در اختیار شما است. میگذاریم با توصیف انگورها. انگوری که در پیش من ایستاده است یکمش این مانیکور فینگری نامدار است. او شاهانه اطلس میگن و شاهانه دراز و من این پرزیدنتی هم میگوین. من این ببینید امروز 7 نوامبر از بالای نهال انگور ما گرفتیم رو. این علاقه مویز شده ایستادگی بود. مویزهاش رو ما کنده پرتیدیم. من اینش مویز شده ایستاده است. ببینید من اینش مویز شده ایستاده است. مویزهاش رو کنده پرتیدیم و باش ما مغزترش رو آوردیم. انگور رو بینید که چقدر کلان است. این اکن ولی از این هم کلان می شود، این از این هم کلان می شود. این بینید این قدر شده است. این علاقه قطعی گوگرده نیمش گذشته است. این 5 سانتی متر باشه 4 سانتی متر این شده است. لیکن این 6 سانتی متر به حضور می شود. این رو اگر نگاه بکنید 6 سانتی متر به حضور می شود. بسم الله الرحمن الرحیم. من خورده به شما مزه‌اش رو میگویم. این دانه دارد، دانه دارد. قند و عسل و شهد و شکر. با مویزش از این هم با مزه می شود. باور کنید یک تا گناهش که دانه دار است و این گناه نیست میره به دانهش. همدوران عزیز از این ما نهال داریم 50 سومانی یک ساله قدام بسیار گرد با سودا میکنیم. 50 دانه اگر از این انگور با سودا میکنیم میگم ارزان میکنیم نهالش رو. وقتی نهال شنانی انگور آمد رسید شما به ملال علاقه میتونید برد انگور شنونید. انگور دیگر از نشون کار ماده است. هم نودش علاقه زرد شده ایستاده است. برگشت در نظر دارم علاقه خوش شده ایستاده است. این انگوری بود پرزیدنتی یعنی مانیکور فینگر. بنهایت انگور شیرین است. این رو پخته بعد از بازار خامش رو میخرید بعد میگوید که بیمزه بود است یا دیگر. خامش که بازار میبرن پول از گفته تیستر میبرن خام میبرن و مزه نمیده. این تندور شهد و شکر گشته است. دویم انگورش این انگوری چلیککی خودمون است. محله است. یک نفر گفت که اینا چلیکک نام ندارد حسینی نام دارد. نه آخه نادرست میشود. اینا ببینید چقدر است و من حسینی ببینید چقدر است. آخه نیمی چلیکک میبرد حسینی. ازبک ها انگشت کیرین میگوین این رو. باریکش هم هست. همین محلی 3-4 نمودش از همین هست. من این بهترین نمودش رو من دارم. این هم میمونیم بالای من گوگل که علاقه این هم 4 سانتی متر است. گوگل 5 سانتی متر است و این 1 سانتی متر با تو گوگل نمیرسد بینید. لیکن این رو اگر نگاه بکنید این 5-6 سانتی متر میشود. از این ما نهال داریم. کلانش داریم 2 سالش. حتی در 2 سالش 2 مترش رو داریم 50 سومانی و 1 مترش رو 1 سالش رو داریم 30 سومانی. خب با بسیار میگفته که آدم رو زنگ زنن با سودا میکنیم. این انگوری بنهایت با مزهش. بسم الله الرحمن الرحیم چشیده میبینم. این انگور رو همه بداند. من چی تعریف کنم که بهترین انگور است، شیرین ترین انگور است، خوشخورترین انگور است. من مراجعت کنید. از این نهالش هم هست. رقم تلفن 988 30 59 99 واتساپ و تلفن 988 30 59 99. میگذاریم به سیوم انگور. سیوم انگورمون حسینی محلی هست. حسینی خودمون است. این انگوری خودمون شیرین است و است. این خیلی میده تر است. این رو من چین کنم که 2 سانتی متر میبروید. اگر این رو نظمانی کنید 3 سانتی متر و خوشخور است میشود. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم. همه میدونم چی جوی تعریفش. تکرار کنم. شاهانه یعنی پرزیدنتی مانیکور فینگر و شاهانه دیگر و این دیگر. همینه خیلی وظیفه است. این چلیکک خودمون است. این حسینی خودمون است. اومدیم یک نمود انگوری که امسال آورده هستیم نام ندارد. اینو بینید. این انگور کشمش بدانه است. این انگور در وزن
هم از حسینی کلون است، هم از حسینی، هم از چریکا کلون است. اینا بینید بزرگی این انگور رو بینید. من بریدم به شما نشون میدم. این دراز بینید، این خودش هم غفص است. اگر این رو بری کنیم از چریکا که دراز میشد. اینا بینید این 4 سانتی متر شده است. نگاه کنید ولی تو 5 سانتی متر میرود. این رو میبریم ببینیم که این دانه ندارد. این کشمش است منه. همین قدر درونش دانه ندارد. همین قدر انگور زورکی این بازار رو میگیرد. آینده این انگورهای بدانه آینده بازار انگورهای بدانه است. بسم الله الرحمن الرحیم. من چشم میبینم به شما میگویم. این انگوری ایجادکارهای آمریکا است. اگرونام‌های سلکسیونرهای آمریکا است. بهترین انگور است. دیدید نامش رو نمیدونیم ولی نهالش رو هم نداریم از این. دیدید این کشمش رو برید و کشمش تاجیکستان دیگر بود و نهالش یک چند دانه داریم. در اعلان ماندگی هستیم. میگذاریم انگوری نامی رید گلوب. این باغبانکاش مونده است. کلانش رو کنده خوردن. خوشهای کلان رو. این دانش نهایت کلان می شود. این باغبانک است یعنی دوباره است. این انگور در ماه مای تاجیکستان میبیاید از خارج کشور. در مغازه ها ما میبینیم 70 سومون است. این یک خصلت خوبی دارد که این رنگ طایفی ما میایستد. موهایش خطی میایستد. بسم الله الرحمن الرحیم. این رو هم میچشیم. این دانه دارد. این یک انگور خوب است. گوشتی از قرص نمیکنه. مزه آلو رو یا سیب رو دارد. از این نهالش رو داریم. نهال این در همون اعلان پرتفتگی هستیم. نمیدونم 60 سوم گفتیم یا 80 سوم گفتیم نمیدونم. همون دیدن درکار. این 2 ساله است. نهالای این 2 متر است. 2 متر است. از این نهالش مراجعت کنید با تلفن 988 3059 99. این انگوری جوس محلی رو در آخر مونیم. اینا خرکترش در آخر مونیم. هیچ کس ندارد از این جوس در تاجیکستان. هیچ کس در بالای درخت ندارد. اینو حوزی کنده آوردیم. میگذاریم با انگوری کشمشی امریکایی لامبورجینی. اینو ببینید چه زرد شده است. رنگش رو ببینید چه خوش شده است. این دانه ندارد. این انگوری اوزی ما بسیاری بد موندم و این سالاکک انگوراش میواش خوبتر شد. اینم چینی امین مونت کمتر مونت چینی گوگرد میشود. حاضر که 5 سانتی متر شده است نیکی چینی گوگرد میشه. حاضر 4 سانتی متر شده است نیکی 5 سانتی متر به حضور پر کده میگیرد. این دانه ندارد. میبریم. بسم الله الرحمن الرحیم. از این ما نهال داریم. نهالش در اعلان مونده شده است. بینید این دانه نیست. این یک دانه میشوم گفته یک رودیمنچه شده است. این دانه نیست. دیدید دانه رو من به شما نشون میدم. همین سرخ رو دانه رو ببینید. برای که بعد نگوید که دانه هستین. این دانه. این انگور دانه دار است. این دانه رو ببینید و این رو ببینید. این میشوم دانه گفته تولد شده است و ایستاده است جوش داد. دیدید برای این بدانه می حساب رود. و بسم الله الرحمن الرحیم. این رو چشم میبینیم. این تو حاضر میستد. این چینده مونت بسیار میستد. انگور خوشخورد. انگور قیمت هم هست. در بازار این نرخش قیمت میرود. شیرینی بهترین انگور است. قرص از گذشته است. این در ازبکستان در اینترنت من دیدم. خوشوی استحصال کرده در ظرف های کلیاک های پاکت های از کاغذ گرفته ظرفچه ها کرده خوشوی کرده برآورده قیمتی بلندی فروخته شدن. در آورده ما تاجیکستان در استحصالش ازبکستان پیش رفت. ما از این استحصال کم کردیم. هم با اواتر گفته ماندیم و استحصال این رو کم ماندیم. این رو نهالش هست. چند پول هست در همون وای ببینید. اعلان ببینید. میگذاریم انگور کشمشی تاجیکستان. اگر من این رو گویم که یکی از بهترین انگورهای تاجیکستان همین میشود دروغ نمیگویم.
چون که این هم بدون است هم شیرینی با مزه است و نمیکند از طریقش ترانسپورتировка ایستادنش بردنش روش همش به درجه عالی است. اینا ببینید من چه میکنم. انا دیدید چه کردم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینو میبریم دونه دارد. انم خیلی کشمش کلان است. ما نهالش رو داریم. این سال این قیمت است. بگمونم 300 سومون است نهالش. های 2 سال پس بعد 50 سومون میشه بگیسم. نیست 4 تا یا 5 دونه است. نه دیدید دونه نیست. این طرف رو همون گفتیم من همون دونه میشه من گفته 31 پیدا شده است. این دونه نیست. اینا دیدید این طرف رو دیدید و این چون با مزه است که این رقابت میکند با جوسی خودمون. من این جوس قطعی رقابت میکند و انوای وقتا قنقدی. بسم الله الرحمن الرحیم. و قرص میخوردیم. خریدگی آدم از این حال پشیمون نمیشود. جوابش رو میگویم. انم دوران عزیز این بود کشمشی نوعی تاجیکستان. اینش هم دوران عزیز نو خوردن هم خشم مونده است. من گفتم کنده بیارید. اینم بدون کشمش است. از این کمتر میشود. اینا نامش رو اوکراینی‌ها کارلیتا موندن. اینه که این از اون امریکا است. بسیار خوشمزه. اگر گبرلین زنید کلان میشود. ما این رو دوتاش رو میبرم. این نسبتا میده هست. حاضر لیکن کلان میشود. بسم الله الرحمن الرحیم. میبریم میبینیم خیلی شوخی یگان دانه ندارد. او یک تا 34 است که و دانه نیست. نه دانه نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. خوردم. هم خاص میکنم. هم شیرین است. ممکن به کشمش دوستان و آینده نزدیک شود. ممکن. اکنون در آخر میگذاریم با قهرمانی سایه انگورهای تاجیکستان. این جوسی محلی است. از بالای نهال انگور حاضر کردیم ما. امسال من 5-6 مرتبه دارو زدم و پوسیدن کمتر راه دادم و بینید این جوس را. این در حقیقت جوس است. این بینید. این خوردگی آدم راحت میکنه. این چنان شیرین است که این بینید. بسم الله الرحمن الرحیم. اوخی با این من بینید اکن خود آدم با طریق اتوماتیک این رو بسیار خوردن میخواهد. برای من شنگلی کلانش رو کنده پیشم موندم چون که از این آدم بسیار خوردن میخواهد. این جوس محلی خودمون است. جوس راحتی است. ما در برای این جوس با تشبوس وزارت کشاورزی سال 2024 سمینار مشورت گذراندیم در دهه راحتی شهر وحدت. این رو میخورید. این راحت میکنید. از این بگمونم نهالش رو داریم. نرخش نوشته شده که در ایران باز بعد تلفن 988 3059 99 زنگ زنید. از پسر من پرسان شوید. نهالی کلانش هم بگمونم هست و حاضر خورده با شما میگویم چی گرم هست. همینطور عزیز بید که این انگورها رو من یک تا که خوردم این به طریق اتوماتیک 4 طرف برای چی؟ برای که ارگانیسم میخواهد با مزگی همین را. بهترین انگوری تاجیکستان تویفی و همین است. حسینی اینو من اینو انگوری نزن لیکن اینو در گپ نیست. این یک خاصیت بزرگ دارد. این از تو بگیرد سالکک صفتی بیرونش بزرگ میشود و بعد بسیار پوسیدن نقض میبیند. کسری پوسیشن رو کردار است. همینطور عزیز بود. این یک تاریخی یک چی بگم خاراکتریستیکا انگورها تکرار میکنم. این بود مانیکور فینگر یعنی پرزیدنتی. نهالش هست. چلیکه که خودمون نهالش هست. حسینی نهالش نیست. نداریم. داریم. نهالش داریم. من پسرم هست نهالش داریم. کشمشی بینام بهترین کشمشی بینام این سال نهالش نیست. برای چی افتشین خیلی شده است. برای که من دیگر این را 3 ماه دیگر دارو نزدم.
این کسلی جر زده که من همین تنش رو ببینید سفید نه اویدم شده است اویدم برای این انگور تنش خیلی داغ دارد نباشد این انگور بهترین انگوری سبز زرد است عادتا در وقتی سالکنی کسلی جل میبیاد آخری بهار و تیرامو ما دورو نمیزنیم چون که میخوریم انگور رو خیمیکات نخوریم که دورو نمیزنیم و کسلی میتیه منم خیلی و هیچ گپ نیست رو ما تیرامو بازده بهار میکشیم این کسل رو اینش رید گلاب بود رید گلاب نیهولش هست نیهولای 2 ساله است نیهولش کلان است 988 30 59 99 نرخش رو گپ میزند این جوز جونی راحتی خودمون هست محلی خودمون هست روز من به هیچ که نمیتونم خودم تنها میخورم این لامبورجینی بود این کشمشی تاجیکستان بود این کارلیتا بود از کارلیتا نیهول نداریم همدوران عزیز در پناه خدا باشید خدا نگهبان شما باشد اگر شما اگر سخنهای من معقول شده باشد یکان لایک مونید پدیلیت کنید یکان سخنی خوب نویسید رفیقتون رو بگویید ابونه شوند پدپسات شوند در پناه خدا باشد خدا نگهبان شما باشد